بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و احترام خدمت حضار گرامی، من شمسیه نظری و لطفه عالمی از دانش آموزان لیسه عالی امید و اعضای انجمن علمی و فرهنگی امید روز میلاد بزرگ روانشناس عالم حضرت علی علیه السلام و روز پدر را خدمت تمام پدران جهان بالخصوص پدران حاضر در جمع را تبریک و تهنیت عرض می دارم و یک تشکر خاص از اداره قصر گل که ما را هم در قسمت تجلیل از روز پدر سهیم ساختند و گفتمانی که میان شاگرد و استاد در مورد بابا هست تقدیم می داریم. تشکر. صدای ناز می آید، صدای کودک پرواز می آید، صدای رد پای کوچه های عشق پیدا شد. معلم در کلاس درس حاضر شد. یکی از بچه ها از قلب خود فریاد زد برپا، همه برپا، چه برپایی شده برپا. معلم نشأتی دارد، معلم علم را در قلب می کارد، معلم گفته ها دارد. یکی از بچه های آن کلاس درس گفتا بچه ها برجا. معلم گفت فرزندم بفرما، جان من بنشین، چه درس فارسی داریم؟ کتاب فارسی بردار، آب و آب را دیگر نمیخوانیم، بزن یک صفحه از این زندگانی را. ورقها یک به یک رو شد. معلم گفت فرزندم ببین بابا، بخوان بابا، بدان بابا، عزیزم این یکی بابا، پسر جان آن یکی بابا، همه صفحه پر از بابا، ندارد فرق این بابا و آن بابا. بگو آب و بگو بابا، بگو نان و بگو بابا، اگر بخشش کنی با می شود بابا، اگر نصفش کنی با می شود بابا. تمام بچه ها ساکت، نفس ها حبس در سینه و قلبی همچون آینه. یکی از بچه های کوچه بنبست که میزش جای آخر هست و همچون نی فقط ناداشت و قلبش یک معما داشت. سوال از درس بابا داشت، نگاهش سوخته از درد، لبانش زرد، ندارد گویا هم درد، فقط ناداشت. و انگشت اشاره او سوال از درس بابا داشت. سوال از درس بابای زمان دارد، تو گویی درس های بر زبان دارد. صدای کودکی اندیشه می آید، صدای شیرها از بیشه می آید، صدای بیستون فرهاد یا شیرین، صدای تیشه می آید. معلم گفت فرزندم سوالت چیست؟ بگفتا آن پسر آقا اجازه، این یکی بابا و آن بابا یکی هستند؟ معلم گفت آره جان من، بابا همان باباست. پسر آهی کشید و اشک او در چشم پیدا شد. معلم گفت فرزندم بیا اینجا، چرا اشکت روان گشته؟ پسر با بغض گفت این درس را دیگر نمیخوانم. معلم گفت فرزندم چرا جانم مگر این درس سنگین است؟ پسر با گریه گفت این درس رنگین است، دو تا بابا یکی بابا، تو میگویی که این بابا و آن بابا یکی هستند. چرا بابای من نالان و غمگین است ولی بابای آرش شاد و خوشحال است؟ تو میگویی که این بابا و آن بابا یکی هستند. چرا بابای آرش میوه از بازار میگیرد؟ چرا فرزند خود را سخت در آغوش میگیرد ولی بابای من هر دم زغال از کار میگیرد؟ چرا بابا مرا یک دم به آغوشش نمیگیرد؟ چرا بابای آرش صورتش قرمز ولی بابای من تار است؟ چرا بابای آرش بچه هایش را همیشه دوست می‌دارد ولی بابای من شلاق را بر پیکر مادر و زور و ظلم می‌کارد؟ تو میگویی که این بابا و آن بابا یکی هستند. چرا بابا مرا یک دم نمیبوسد؟ چرا بابای من هر روز میپوسد؟ چرا در خانه آرش گل و زیتون فراوان است ولی در خانه ما اشک و خون و دل و جریان است؟ تو میگویی که این بابا و آن بابا یکی هستند. چرا بابای من با زندگی قهر است؟ معلم صورتش زرد، لبانش خوش گردیدن، بر روی گونه‌اش اشک ز دل برخاست، چو گوهر روی دفتر ریخت. معلم روی دفتر عشق را می‌ریخت و یک بابا ز اشک آن معلم پاک شد از دفتر مشقش.
بگفتا دانش آموزان بس است دیگر، یکی بابا در این درس است و آن بابای دیگر نیست. پاکون را بگیرید ای عزیزانم. یکی را پاک کردند و معلم گفت جای آن یکی بابا خدا را در ورق بنویس و خواند آن روز خدا بابا. تمام بچه ها گفتند خدا بابا.